این یکی از معدود ربات‌هایی است که توسط افغان‌ها با ویژگی‌های نسبتاً متفاوت ساخته شده است. مسیح الله که فارغ رشته برق است میگوید که 3 سال تمام روی ساخت این ربات کار کرد و سرانجام ویژگی‌ها و یا کارکردهایی را در این ربات پدید آورد که در فکر داشت. اولین ویژگی که داره ای است میتونه در میدان نبرد تشخیص دوست و دشمن کنه. یک. دوم ویژگی که داره ای است که آفتابی است. سوم ویژگی که داره مینای کنار جاده را تشخیص میکنه. چهارم ویژگی که داره در پتای زینا بالا میشه. پنجم ویژگی که داره میتونه در محیطی که در قریجاتی که پیش رویش که جویمه یا که اومه از خود این قادر است که 2 متر پل بکشه و پل بگذاره در خود جوی و بعد از سرش تیر شه و بعد پل خود بالای خود در داخل خود داخل میکنه، بعد به بسیار راحتی میدونه از اون محوطه تیر شود. این ربات به گونه طراحی شده است که از فاصله چندین کیلومتر کنترل می شود. توانایی نگهداشت 36,000 مرمی را دارد و با حزگرهای مجهز است که در شعاع الکترومغناطیسی یا ماینهای کنترل از راه دور خلل ایجاد کند. تا 50 متر امواجی که ماینایی که از راه دور کنترل میشه واره امواجش خنثی میکنه و زمانی که با یک ماین مقابله میشه خودش اتومات بدون از اینکه کاپیتان از این خبر شوه خود از این اتومات استارت میشه و اون ماین شناسایی میکنه. بعد از او خودش ماین میکشه، در عین زمان 14 ماین میتونه که به خود جای بده. و اما در آخرین تحلیل مخترع این ربات میگوید که اگر احتمالاً این ربات به دست دشمن بیفتد انفجار میکند. ایره خواستم به دنیا نشان بدم، به جهانیان نشان بدم که افغان‌ها هیچ وقت خواهان جنگ نیستن، اما ما توانایی را داریم که به جنگ هم آمادگی داشته باشیم و یگانه تمرکز بیشتر ما که به این بود که ما جور کردیم به خاطر تلفات افراد ملکی در میدان‌های نبرد. مخترع این ربات میگوید که اگر دولت افغانستان از اختراعش حمایت کند آنها قادر به توسعه و ساخت نسخه های اصلی چنین ربات ها هستند. پیش از این وزارت دفاع افغانستان گفته است که در حال ساخت ورکشاپ های بزرگ در کابل، کندهار و بلخ است. ورکشاپ هایی که با ساخته شدن آنها زمینه توسعه و انکشاف چنین اختراعات فراهم خواهد شد. سید حسین مودودی، کابل.